تو دین اسلام چیزی به اسم آخوند نداریم بمونه، کشور عربی هم نداریم، اصلا هیچ کشور دیگه دنیا غیر از ایران چیزی به اسم آخوند نداره. هیچ کشور مسلمانی شما برو کربلا اگر ببینی کسی به اسم آخوند بود که شغلی باشه که پول بهش مجانی بده کشور، یا کشور مثل مهد و خاستگاه اسلام که خود عربستان و مکه است، اصلا چیزی به اسم آخوندی نیست. و وجود نفوذی که میگن به ایران نفوذ کرده و مثل جاسوس هست و باعث کشتار و غارت این مملکت میشه، این آخوند اختراع انگلیس و چاپ و فقط آمده که کشور الان نفوذ کرده که کشور ما رو داره تخلیه میکنه از منابع و معادن. شما ببین تبعیض نژادی به همه جاش هست، حتی دکترای این مرتکا جدایه، زنیکاشون هم جدایه از دکترای ما، فروشگاهاشون جدایه، قیمتایی که شما برو ببین به اینا اصلا سر سوت میزنه. بهترین برنج تو فروشگاه مخصوص آقایون روحانی غلط کرد، اینا کجاش روحانیان؟ روحانی بگادن بیداری معنوی میگن. آخوند فروشگاه آخونده برو، بهترین برنج آقا زیر 100 تومن 50 تومنه، بهترین روغن اونجا هسته، بهترین مواد، بهترین قسط داره میدن. پنگمونی زمان یا آقا امام زمان زور کرده یا زمان شاه خدا بیامرزه، از بس خوبه اونجا توی فروشگاه، بهترین امکانات درس